قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. شکر و سپاس پروردگار، آرزوی موفقیت برای یکایک شماها. موضوع بحثمون بحران در خانواده هست. برای اینکه با خود این عنوان آشنا بشیم و موضوع رو خوب بفهمیم، بنده یک توضیح مختصری پیرامون خود کلمه بحران میدم، چون هدفمون این نیست که ما با الفاظ بازی بکنیم و یه حرفایی داشته باشیم ولی متوجه حقیقت و مفهوم این کلمه یا قضیه نباشیم، یعنی بدونیم صحبتمون پیرامون چه هست. خود بحران به آشفتگی، نابسامانی، مشکلات، گرفتاری ها، اما زمانی دیگه بهش میگن بحران وقتی مشکلات و گرفتاری هایی که در درون خانه شکل میگیرد و به جایی میرسد که دیگه آرامش رو از اهل و اعضای اون خانواده سلب میکند و اساس و بنیان خانواده رو تهدید به از همگسیختگی و متلاشی شدن میکند. بهش میگن بحران. چون اگر اختلافات معمولی باشه که در هر خانواده ای هست، یعنی انسان هر کجا باشه چون جایز الخطاست، چون کمال مطلق مال خود الله جل شأنه، اللهی که کامل است، اما بندگان خدا کامل نیستن، ضعف‌هایی در همه ماها هست. اینه که ممکنه یه وقتی مرد ناراحت بشه، یه وقتی زن ناراحت بشه، یه وقتی این یه کلمه بگه که طرف مقابل تحمل نکنه، برعکسش هم هست. بگو مگو در درون خونه هست، همون گونه که در بیرون از خونه هم هست. ولی ما یه وقتی خانواده هایی رو داریم که دیگه شب و روزشون شده درگیری، شده دعوا و فرزندانشون در یک جو و شرایطی زندگی میکنن که آرامشو ندارن، همیشه داور و یا شاهد و ناظر دعواهای، حتی یه وقتی خیلی بیمورد پدر و مادرن و خود اون زن و شوهرم زندگی درون خونهشون به جایی که آرامش و سکونت داشته باشن، برعکس بحرانها و مشکلات حاد اونها و سخت اونها باعث شده که خبری از آرامش و سکونت نداشته باشن. اینه که بحثمون امروز در رابطه با همینه، یعنی اون اختلافات و نابسامانی ها و آشفتگی هایی که در نظام خانوادگی هست که علت یابی بکنیم، چه چیزایی باعث میشه که هم چه مشکلاتی پیش بیاد، که هم پیشگیری بکنیم اونایی که خدا بهشون توفیق داده و زندگی خوبی دارن بدونن که این زندگی خوب داشتن و سالم داشتن یک نعمت بسیار بزرگ الهی است که خداوند به انسان ها میبخشد. و از طرفی اونایی که خدایی نکرده دچار یک چنین مشکلاتی دارن میشون، علاج و درمانی براشون باشه. چون خانه و خانواده در دین مبین اسلام، اینو بدونیم که جایگاه بسیار ارزشمندی داره. اینطوری نیست که مرد یا زن
فکر بکنن که فقط به خاطر خودشون ازدواج کردن و زندگی رو تشکیل دادن. همه به خاطر خود انسان نیست، بلکه به خاطر اون فرزندانمون، اولادمون، به خاطر دینمون. چون نگاه کنید اگر در یک روستایی، در یک جامعه‌ای، در یک محیطی، در یک آبادی که از چندین خانواده تشکیل شده و دارن زندگی میکنن مردم، اگر قرار باشه خانواده ها سست، ضعیف و همیشه با هم درگیر باشن، جامعه روی هم رفته سست و ضعیف می شود. به همین جهته که نه مرد و نه زن حق ندارن بدون هیچ انگیزه و سببی خیلی راحت بخوان اون خانه و خانواده رو به هم بزنن. اگر قضیه طلاق در دین بومین اسلام مقرر شده، این گونه نیست که به مرد تشویق کرده که با کوچکترین قضیه زن رو طلاق بده، یا تشویق کرده که زن به مجرد اینکه یه مسئله کوچیکی میان او و شوهرش پیش اومد تقاضای طلاق بکنه. در دین چنین چیزی درست نیست و تشویق نشده. طلاق به عنوان آخرین راه حل است که دیگه واقعا ببینید قرآن وقتی قضیه فیصله و داوری میان مرد و زنی که دچار بحران شدن و خانه‌ای که بحران زده شده، میگه که بعد از اون راه حل هایی که مرد نمیتونه، موفق نمیشه، خود شوهر موفق نمیشه مشکل رو مهار بکند، اون موقع میگه داور انتخاب بکنید، از طرف خود مرد و از طرف زن بنشینن بررسی بکنن. اگر مصلحت رو بر این دیدن که جدا بشن زن و شوهر، اون موقع جداشون بکنید. توصیه های زیادی ما برعکس داریم، تشویق بر این که تا اونجایی که می شود کانون خانواده همیشه گرم نگه داشته بشه و کسانی دخالت بکنن که اون مرد و زن از هم نپاشه زندگیشون، تا جایی که پیغمبر فرمودن علیه السلام لیس منا من خبب امرأة علی زوجها. پیغمبر تبری جستن، گفتن اصلا از راه ما و سنت ما نیست، این کار ما نیست که کسی بیاد یک زن رو نسبت به شوهرش دل سرد بکنه. این خواهرها دقت بکنید، یه وقت آدم یک کلمه ای ممکنه بگه که زن دلش از شوهرش متنفر بشه. این کلمه ما بسیار خطرناکه. مواظب رفتارهامون باشیم، مواظب کلمات و گفتارهامون باشیم. نکنه خدایی نکرده زن و شوهر رو نسبت به هم دیگه بدبین بکنیم با سخنچینی، با دل سرد کردن. بالاخص دنیای پر زرق و برق و میدان چشم همچشمی است امروزه دیگه بیشتر. اگر دنیا ذات اون این گونه هست، امروزه دیگه بیشتر. دنیای بسیار تجملاتی است. نکنه انسان یه وقتی گل بخوره بره به ملاقات و دیدار مثلا یه خانواده، یه دوستی، یه خویشاوندی، حالا از یک جو خانواده‌ای بلند شده مرفه، زندگیشون خیلی مثلا مزین و تجملاتی است، رفته به یک خانواده‌ای که خیلی زندگیشون ساده هست، بدور از تشریفات، بدور از تزیینات، بدور از تجملات، چون ندارن. ولی زن و شوهر در همون کلبه درویشی و فقیرانشون زندگی آبرومندانه ای رو دارن پشت سر میگذارن. حالا یه وقتی شیطان آدمو گول نزنه بره زیر گوش اون خانم بنشینه بگه چطوری با شوهرت داری زندگی میکنید با این خونه؟ اگر من بودم 1 ساعت با این مرد زندگی نمی کردم. میدونید با این کلمه چه کردید؟ آتشی به پا کردید، آتش فتنه که ممکنه این زن دیگه یا با شوهرش نتونه زندگی بکنه که منجر بشه به طلاق، یا این که زندگی این زن و شوهر که با آرامش پیش میرفت شما به هم بزنید. درگیری، دعوا، سر و صدا، زن نافرمانی بکند که بله حق با این دوستمه، حق با این زنه، من چطوری دارم زندگی میکنم؟ مگر من انسان نیستم؟ مگر من دل ندارم؟ مگر من جوون نیستم که دارم جوونیمو به پای همچه مردی که هیچی نداره دارم سر میکنم؟ این خیلی خطرناک است.
این کار ابلیسانه هست، کار شیطانی است که فردای قیامت بایستی این زنی که همچه فتنه ای رو به پا کرده در برابر رب العالمین پاسخگو باشه، پاسخگوی خدا باشه. ببینید وقتی میگم کار ابلیس است، چون پیغمبر علیه السلام در روایتی که ازشون نقل شده، این روایت شاید بارها شنیدید، میفرمایند که ابلیس برا خودش تختی دارد، چون فرمان روایی میکنه در عالم شیاطین، یه پادشاهی است برا خودش در اون عالم شیطان ها، عرشی دارد، تختی دارد، اما بر آب زده، تخت خودش رو روی آب گذاشته و سربازان و افراد و نیروهای شیطانی خودش رو میفرستد که برید و هر کسی فتنه بزرگی رو به پا بکند او به من نزدیکتره، بهش جایزه بزرگی میدم. سربازای ابلیس میرن، برمیگردن، میگه من فلانی دوچار همچه وسوسه ای کردم، تو مرتکب همچه فتنه و گناه و معصیت شد. میگه کاری نکردید. یکی دیگه میاد، بعد یکی از اون سربازای ابلیس میاد میگه من کاری کردم که میان زن و شوهر جدایی افکندم، کاری کردم که مرد از همسرش جدا شد، یعنی خانواده رو به هم زدم، میان زن و شوهر به هم زدم. ابلیس میگه که بیا نزدیک بشو، بله من اینو میخوام. لذا وقتی قرآن از سحر و جادوگری که در ارتباط با شیاطینن، جادوگران و ساحران ارتباط با شیاطین دارن، حتی پروردگار اون رو در حد کفر میداند. اینا ممکنه با این سحر و طلسم و جادوشون خیلی از آزار و اذیت‌ها به دیگران برسانن، اما قرآن یکی از مهمترین اون رو بیان می‌فرمایند فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. چیزی رو میآموزن از اون دو تا فرشته که منظور همون بحث سحره، که میان مرد و زن یعنی زن و شوهر جدایی میندازن. پس مواظب گفتارهامون و رفتارهامون باشیم. اسلام اومده نظام خانوادگی رو برپا کرده که زندگی با آرامشی داشته باشن. خدا بهشون فرزندانی داد، در سایه یک چنین زندگی که زن و شوهر دارن فرزندانی رو تحویل جامعه بدن. پیغمبر علیه السلام میفرمایند فانی مکاثر بکم الامم، من روز قیامت به کثرت امتم افتخار میکنم، میبالم که امتهای من از همه امتها و ملتهای پیغمبرای دیگه بیشترن. توی مادر اگر در نظام خانوادگی اون همه زحمات متحمل میشوید به خاطر اینکه یک بچه رو از دوران بارداری و وضع حمل اون و شیردهی اون و بزرگ کردن اون، اگر این همه زحمات متحمل میشوید، میدونید پیغمبر علیه السلام به همین دسترنج تو، به همین کوشش تو روز قیامت افتخار میکند. ما الان خانواده هایی رو داریم از بس شده زندگیمون زندگی فقط دنیوی و مادیگرایانه که زن جوون چون شده بی‌حوصله زندگیش، نمیخواد با بچه اصلا سر و کله بزنه. بعضیاشون که اصلا بچه هنوز ندارن و آرزوی بچه هم نمی کنن. ما حوصله بچه داری اصلا نداریم. بعضی اگر خدا یه بچه بهشون داد دیگه تمام شد، چون همه چیز متمرکز شده رو تجملات، رو زندگی که خود نظام خانوادگی وسیله‌ای بشه برای رسیدن به اون اهداف مادی، اون لذت‌های فقط دنیوی، در حالی که کوشش مؤمن، همت مؤمن برای آخرتش هست. و شما مادران، شما خواهران کسانی هستید که اگر در طول تاریخ افرادی درخشیدن، افرادی در جوامع بشری به مقام والای بشری و انسانی رسیدن، اون همه ترقی، اون همه پیشرفت، از دامن شما مادران افراد برخاستن.
از اون عشق و علاقه شما به دینتون، به خدمت کردن به دینتون، فرزندانی رو تحویل امت دادید که این گونه در گوشه و کنار درخشیدند و می درخشند. اینه که انشالله چون نظام خانواده مهم هست، سعی میکنیم به هم اسباب خود مشکلات و گرفتاری هایی که بروز میکنه بپردازیم و هم به علاج و درمان اون، ولی چون بحثمون خیلی طولانیه سعی میکنیم کمتر به توضیح و شرح اون بپردازیم، بلکه سعی میشه اون نکات رو بیشتر بیان بکنیم چون واضح و روشن هست، مگر اونجایی که نیاز به بحث و بسط و تفصیل و توضیح داشته باشه. یک کتابی من بارها معرفی کردم، خیلی جاها به خواهرانم معرفی کردم، هنوز این کتابم هست تو بازار، که خواهش بنده اینه خواهران اینقدر دیگه وقت خودشونو بگذارن برای مطالعه. خواهرانی که ازدواج کردن، خوندن این کتاب هم برای پسرا و هم برای دخترها قبل از ازدواج مهمه. اونایی که بالاخره تصمیم ازدواج رو دارن، ما توصیه نمی کنیم که شما به دختر بچه ها پسر بچه های 10-12 ساله توصیه بکنید این کتاب بخونن، نه. اونایی که تصمیم گرفتن دیگه ازدواج بکنن، یه ماه دیگه یه سال دیگه میخوان ازدواج بکنن، این کتاب مطالعه بکنن چون تصمیم گرفتن دیگه حالا ازدواج بکنن، در آستانه ازدواجن. اونایی که ازدواج کردن تازگی، اونایی که چندین سال ازدواج کردن، این کتابم بخونن و اگر طرفین بخونن، یعنی هم مرد بخونه هم زن بخونه، بسیار میتونه مفید و مؤثر باشه. این کتاب آداب زندگی زناشویی در پرتو قرآن و سنت، یعنی میاد مؤلفش یک آداب که اومده اون آدابی که در زندگی زن و شوهر بایستی رعایت بشه، چیزایی که مرد زن در قبال همدیگه در قبال اولادشون رعایت بکنن، با استفاده از قرآن و سنت پیغمبر علیه السلام. کتاب به زبان عربی نوشته شده، ترجمه شده. نویسنده اون خالد عبدالرحمن العک، خالد عبدالرحمن، ترجمه شده توسط محمد صالح سعیدی. خب این کتاب من میگم حتما خونده بشه، خواهران بخونید، یه مقدار مطالعه بیشتر بکنید تا از روی ناآگاهی خدایی نکرده ما دچار مشکلاتی نشیم که یه وقتی جبران ناپذیر باشه. شما مادران یه توصیه بهتون دارم در رابطه با ازدواج فرزنداتون، چون نظام خانوادگی این گونه هست که از دوران انتخاب همسر شکل میگیره، اینه به قول خودمون دوران نامزدی. شما مادران دقت بکنید و همیشه توصیه بکنید به فرزنداتون، به پسراتون و دختراتون که مسئله ازدواج بسیار مهمه و در انتخاب همسر، چه پسر و چه دختر، اگه میخوان برای خودشون نامزدی انتخاب بکنن، حتما با پدر و مادر و بزرگترا و علما و دیگران مشورت بکنن که بسیار مهمه. انتخاب بسیار مهمه و میتونه جلو خیلی از مشکلات و نابسامانی ها و بحران های بعد از ازدواج رو بگیره. و متاسفانه امروزه هم دوران نامزدی از بس وسایل و امکانات فراوان شده، به ویژه خود تلفن. دوران نامزدی اونقدر پایین اومده، در یک سنینی نامزدی صورت میگیره که بچه های ما خامن، هیچ گونه تجربه‌ای، هیچ گونه درایت و آگاهی هم ندارن. بیچاره ها شکار ممکنه وسوسه های انسانی که حالا ممکنه هدف ازدواج داشته باشه یا نداشته باشه گهگاهی میخوره. میبینید بچه های ما و دخترای ما در مقطع راهنمایی شدن نامزد. بعد از 2-3 سال دوران نامزدی که گذشت، خب پسره دیگه یه تجربیات دیگه به دست میاره، انسان دیگه. بعد از 2-3 سال صحبت و نمیدونم نامزدش هم هست و میبینید چه بسا به هم میخوره. مشکلات گوناگون و آثار گوناگونی داره که بنده فعلا موضوع بحثم این نیست. موضوع بحثم اینه که شما مادران به بچه هاتون توصیه بکنید، گوشزد بهشون بکنید، اونا رو بترسونید که ازدواج خیلی مهمه و مؤثره. چیزی نیست که خود بچه بدونه در سن مثلا 10-12 سالگی، 13 سالگی، حتی 15-16 سالگی دخترمون باشه بدون مشورت تصمیم بگیره. بله، پدر و مادر
اجازه بدن به دختراشون که اظهار نظر بکنن، اما همیشه به بچه هاتون به دختراتون بگید اولا سن 13-14 سالگی سنی نیست که حتما نامزد داشته باشه. نامزدی که مد نیست، امروزه به صورت مد در اومده که اگر یه دختری مثلا در دوران راهنمایی نامزد نداشته باشه گویا یک کم و کاستی تو زندگیش هست، احساس میکنه نیاز به ازدواج هم نداره ها، ولی خب همکلاسیاش غالبا نامزد دارن پس منم یه نامزدی داشته باشم. به دختراتون بگید اینا دیگه جزء مد زندگی نیست، لباس نیست که گفتید حالا همکلاسی من همچه لباسی داره منم همچه لباسی برای خودم بخرم، لباس رو خریدید بعد از یک هفته پشیمون شدید، میتونید لباس رو پس بدید، میتونید به کسی دیگه بدید، میتونید اون لباس رو بندازید، هر کاری بکنید، حالا اون به جای خودش که اسراف هست بحثمون رو اینه. ولی نامزدی که این گونه نیست، نامزدی که هوس نیست، نامزدی یعنی این که آغاز تشکیل نظام خانوادگی است، لذا بهشون توصیه بکنید، شما مادرها هم متوجه باشید. این گونه نیست که بگیم حالا رسم همه، چه رسمه؟ پس توی مادر و پدرش به عنوان سایبانی برای فرزنداشون باشن کجا سایه ان؟ این یه نکته‌ای بود که خواستم انشالله خواهرها بهش دقت داشته باشن در رابطه با انتخاب همسر هست. اما بحث خود عوامل به اصطلاح بحران و مشکلات که پیش میاد بعد از ازدواج، حالا قبل از ازدواج همونه که درست انتخاب نمیشه که انشالله دیگه خودتون بیشتر میتونید روی این قضایا دقت داشته باشید نسبت به اولاد و فرزنداتون، خودتون که دیگه ازدواج کردین، حالا دیگه با این توصیه هایی که بعد از ازدواج بایستی رعایت بکنید مد نظرتون باشه. اونایی که ازدواج نکردن بیشتر اون جنبه ها رو نگاه بکنن، جنبه های انتخاب نامزد. من یه پیشنهادی دارم، در بعضی از جاها این پیشنهاد اجرا شده، خیلی مفید. خواهران اگر خواهرایی که دستن در کار این گونه برنامه ها هستن دنبال بکنن، فرهنگیان ما، خود بهزیستی، خود مکتب خانه امهات المؤمنین و دیگر اجزا و ارکان فرهنگی جامعه ما به این قضیه توجه بکنه. اگر بتونن برای خواهران، حالا برای برادران ما توصیه ها به اون جاهایی که میتونن این برنامه ها رو اجرا بکنن خواهیم داشت. خواهرها بیان یک دوره هایی رو بگذارن برای جوونا، برای اون دخترایی که نامزد دارن میخوان حالا یک سال دیگه، یک ماه دیگه، چند وقت دیگه ازدواج بکنن، یک کلاسی براشون بگذارن، بذار 5 نفر باشن، بذار 10 نفر باشن. تو این کلاس هم مسائل دینی، هم مسائل روانشناسی، هم مسائل پزشکیش همه مطرح بشه، از کارشناسا دعوت بشه، البته با مشورت باشه. انشالله خواهرها مشورت بکنن که ما همچی برنامه‌ای داریم تا انشالله بهشون نظر داده بشه. همچنین برای خواهرایی که ازدواج کردن، اونایی که ازدواج کردن بازم جلسات خاص خودشو داره، براشون کلاس، چون امروزه نیاز هست به صورت کارشناسی کار بشه. این جلسه امروز ما یه جلسه عمومیه، کلاس باشه، نه تنها شیخ یا یک عالم دینی توش صحبت بکنه برنامه بده، بلکه خود مشاورین و متخصصین نظام خانوادگی. ما امروزه یک علمی داریم به نام علم روانشناسی که بحث خاص خودشو داره، که دین نه مطلق اونو قبول میکنه نه مطلق هم ردش میکنه. دین هرچه خوبه، هرچه در میزان قرآن و سنت جا بگیره میپذیره، از هر کجا باشه، از هر کسی باشه. ممکنه یه غیر مسلمون در جامعه غربی یک نظر دادن، اون نظر نگاه میکنیم با قرآن و سنت تطبیق داره، یا قرآن ردش میکنه یا سنت ردش میکنه. اگر رد نکنه ببینید حکمت گم شده مؤمنه، از هر کجا باشه، از هر کجا بیاد، وقتی حکمته، وقتی پنده، وقتی موعظه هست، وقتی مفید یک برنامه‌ای، یه قاعده‌ای، یه ضابطه‌ای، یه نظری مفید است، اون نظر گم شده مؤمنه، چون مؤمن دنبال خوبی هاست، دنبال زیبایی های مفید و جالب هست. اینه که این کلاس ها، این برنامه ها هم داشته باشیم برای اونایی که ازدواج نکردن و اونایی که ازدواج کردن، حتی اونایی که ازدواج کردن. اما آغاز بحثمون هست، خواهرها دقت بکنن، عوامل و اسباب ایجاد مشکلات در خانواده ها از کجا شروع میشه؟ چه باعث میشه که این مشکلات بروز بکنه؟ عوامل و اسباب گوناگونی است که خیلی وقتا ما متوجه نیستیم به عدم توجه به یک سری نکات. قدم اول و عامل اول انتظارات
بیجا و یا بیش از حدی که طرفین از همدیگه دارن. یعنی چی؟ اینجا یک نیازی داره به توضیح. درسته که زن و شوهر اینا قبل از اینکه ازدواج بکنن از همدیگه انتظاراتی داشتن که وقتی ما ازدواج کردیم واقعا احترام، محبت، آسایش، آرامش، تأمین به اصطلاح مایحتاج زندگی از طرف مرد، ساماندهی و سازماندهی نظام خانوادگی از طرف زن، اینا جزو انتظاراته، ولی انتظارات بجاست. ولی اینو بدونیم ما وقتی ازدواج کردیم وارد یه خونه ای میشیم که اعضای اون خونه مرد و زن، مرد و زن همون مرد و زنی هن که قبل از ازدواج هم زندگی میکردن تو نظام خانوادگی با پدر و مادراشون و به همین صورت بشر بودن، مشکلات و درگیری ها و مسائل گوناگون بوده. به مجردی که ازدواج کردن که دیگه فرشته نشدن. ما که از نظام به اصطلاح خانوادگی و از اون ازدواج انتظار نداریم که دیگه پا تو بهشت گذاشتیم که دیگه پا تو نظام به اصطلاح زندگی خانوادگی گذاشتیم. دختر تصور بکنه وقتی ازدواج کرد، پسر وقتی تصور بکنه که ازدواج کرد دیگه تمام شد، پا تو بهشت گذاشته، هر چی آرزو داشته بهش دست پیدا میکنه. نه خیر، دنیا سراسر اون از بد و تولد تا مرگمون در هر شرایطی، شرایط گوناگون، مشکلات خاص خودشو داره. بهش جایی است که آدم انتظاراتش بالا رفته و کامل شده و اون چه میخواد تو بهشت هم خدا بهش میده. هر چی میخوای، هر چی انتظار داری و هر اون چه که حتی در ذهن تو هم نبوده که فکرش هم نمی کردید خدا بهت میده. اما تو دنیا نه، خیلی چیزایی که تو ذهنت میاد پیدا نمی کنی در نظام خانوادگی. پس انتظارات ما اونگونه نباشه که بیش از حد و بیجا باشه که مثلا حالا به چه صورت احساس بکنیم که بله وقتی ازدواج کردیم دیگه همیشه تو زندگیمون آسایش و آرامش، نه دلتنگی، نه سر و صدا، نه خیر. همون مردی که تو رو دوست داره، همون زنی که تو شوهرش رو دوست داره، اینطوری نیست که اصلا سر و صدا نکنه، اصلا روشو ترش نکنه، اصلا صداشو بالا نبره. اگر ما این انتظار رو داشته باشیم که بله مرد هیچگاه به زنش کمترین کلمه ای که اونو ناراحت بکنه نزنه، چنین چیزی بیجاست. روشو ترش نکنه، یه وقتی صداشو بالا نبره، صداشو بالا برد، تا یه هفته دیگه زن ناراحته. این یه انتظار بیجایه. ممکنه مرد ناراحته، ممکنه زنم ناراحته. پس عفو و گذشت و صبر و چشم‌پوشی برای کیه؟ برای زمانی که مثلا یه وقتی مرد ممکنه ناراحت بشه زن حوصله بکنه، یه وقتی ممکنه زن ناراحت بشه مرد حوصله بکنه. اما این که انتظارمون این باشه که مرد و زن با هم دیگه هیچی نگن، باریکتر از مو به هم نگن، روشونو ترش نکنن، صداشونو بالا نبرن، به هم دیگه گیر ندن، این انتظار بیجایی است. اگر ما این انتظار رو داشته باشیم با مشکل روبرو میشیم. همچنین یه وقتی انتظاراتی که مثلا مرد از زنش داره که اطاعت و فرمانبرداری مطلق، خب درسته که حق مرده که زن ازش فرمانبرداری بکنه، مطیعش باشه، ولی زن دیگه یک توانمندی داره. یا اینکه به اصطلاح از اون طرف مرد وظیفشه که زندگی زن رو تأمین بکنه، وظیفشه، مسکن و خونه و لباس و اینا. حالا انتظار زن این باشه که بله چون وظیفه مرد هست پس اون چه من میخوام مرد بایستی برا من تأمین بکنه. خب این گونه نیست که، چون اون چه که انسان میخواد تو این دنیا اگر بخواد برآورده بکنه خودش و دیگران رو گرفتار میکنه. لذا انتظاراتمون انتظارات بیجا نباشه، انتظارات بجایی باشه که در توان طرفین باشه که اون رو به اصطلاح انجام بدن. یکی از انتظاراتی که زن و شوهر، بالاخص شوهرها از زناشون دارن، حالا ما یه مقداری قضیه رو بایستی باز بکنیم چون حالا تا اونجایی که اجازه بده خود جلسه، انتظاری که بالاخص مرد از همسرش داره و به صورت متقابل انتظارات اون غرایز طبیعی و جنسی است که در وجود انسان هاست. یکی از انتظاراته که زن مسلمون بدونه خیلی وقتا یکی از علتهای بارز و برجسته بروز مشکلات تو خونه به همین قضیه برمیگرده.
زن فکر میکنه که داره زحمت میکشه، غذا، لباس، جارو زدن، تربیت فرزندا، همه اینا انجام میده. خب مرد دیگه چشه؟ دیگه چی میخواد از زنش؟ خب به خونه میرسه، به زندگی میرسه، به فرزندا میرسه. چرا مرد ناراحته؟ چرا مرد راضی نمیشه؟ اصلا یکی از اهداف اساسی خود ازدواج چیه؟ مگر نه اینه که قرآن توصیه کرده که ازدواج بکنن به خاطر حفظ عفت؟ مگر نه اینه که قرآن میگه اگر کسایی نمیتونن ازدواج بکنن عفتشون رو حفظ بکنن؟ یعنی این نیاز طبیعی که در وجود مرد و زن هست یک نیازی است که خدا نهاده و از طریق ازدواج و زندگی زناشویی بایستی تأمین بشه. حالا ما نمیگیم که در هر شرایطی ممکنه زن شرایط براش هموار نباشه، اما من اینو میگم خواهران که زن مسلمان بایستی دقت بکند که قبل از اینکه اون همه به فکر رنگارنگ کردن سفره، اون همه به فکر اینکه خونه رو اونقدر مزین بکنه، درسته به خونه برس، به غذا برس، ولی قبل از اینکه به این مسائل توجه بکنه، اگر میخواید شوهرت ازت راضی باشه، اگر از نظر روحی و روانی و اخلاقی دچار مشکل باهات نشه، اگر فکر و روح مردت میخواهید آرام بشود، اونم در دنیای امروز بایستی بدونید که مسائل زناشویی و غرائز طبیعی که در وجود مردت هست جزو حاشیه زندگی قرار نده. بگو حالا این مسئله هر وقت فرصت شد، هر وقت حوصله کردیم. نخیر، مسئله اونقدر مهمه که ممکنه مرد دچار بحران روحی و روانی بشه و ممکنه هم خدایی نکرده در بیرون از خونه قدمش بلغزه، دچار چشم رانی بشه و ممکنه هم خدایی نکرده در دام فساد و معصیت و گناه بیفته. این یک مسئله بسیار مهمیه که هنوز خیلی از زنها نمیدونن. وقتی من میگم که شما قبل از اینکه حتی جوانای ما ازدواج بکنن برای دخترها کلاس نهاده بشه، برای پسرها کلاس نهاده بشه، با این قضیه واقعا آشنا بشن. زن بایستی بدونه رفتن زن مثلا به بازار، به عروسی، به گردش، به تفریح، به دید و بازدید، به ملاقات نمیدونم خویشاوندا، مسائل گوناگونی که هست، به خود خونه، اینا یه طرف قضیه. اشباع کردن همسر و راضی نگه داشتن شوهر از همه اینا مهمتره برای خود زن. وقتی مرد تو اون قضیه راضی بشه، اخلاق او خوب میشه، برخوردش خوب میشه، نظام خانوادگی مستحکم میشه. اینه که خواهرها به این قضیه به دید جدی نگاه بکنن. اینه که پیغمبر فرمودن علیه السلام که اگر مردی همچه تقاضایی رو از همسرش بکنه، از زنش بکنه و زن تسلیم نشه، حالا بهانه های گوناگون بیاره، تا صبح و دم صبح فرشتگان لعنتش میکنن. واسه چیه؟ مسئله مهمه. اینجا دیگه مسئله این نیست که ما شفاف صحبت نکنیم، رو در بستی داشته باشیم، تعارف داشته باشیم، چون مسئله زیربنایی است تو نظام خانوادگی. اگر زنا تو این قضیه درست عمل بکنن، یک بخش بزرگی، ما نمیگیم همیشه، ما نمیگیم همه مردا به قول معروف با این قضیه دیگه اخلاقشون و برخوردشون خوب میشه، ولی یک بخش عظیمی از مسائل و مشکلات خانواده و نظام خانوادگی حل میشه. بالاخص دنیای امروز متاسفانه جوونا قبل از اینکه ازدواج بکنن از برنامه‌هایی که نبایستی استفاده بکنن استفاده میکنن، از فیلم‌های گوناگونی که نبایستی استفاده بشه استفاده میکنن. و فیلمم چون فیلمایی که ممکنه عادی، چون فیلمایی که غیر عادی باشه. اساسا فیلم، خواهرها هم دقت بکنن، فیلمایی که انسان نگاه میکنه نبایستی به عنوان الگو قرار بدید، چون فیلم غالبا که اونایی که مستند نیستن، فیلم های ساختگی است، دارن بازی میکنن. ممکنه یه انسانی که مثلا میگم اون اخلاق و رفتاری که تو فیلم نشون میده تو نظام خانوادگیش نداره مثلا، پس فیلم نمیتونه الگو باشه خواهران. ولی متاسفانه چون فیلم های بسیار مبتذلی، حالا جوون به حکم جوونیش نگاه کرده وارد نظام خانوادگی میشه، هیچ خبری از اون رفتارها تو نظام خانوادگی نمیبینه. اینه که زن به این نکته دقت بکنه
بحث رسیدن به شوهر از نظر زینت و آرایشش. خیلی وقتا مردم مراجعه میکنن به عنوان دردشون، به عنوان مشکلشون، میگن ما مثلا لباسو براشون میخریم، دمپایی براشون میخریم، عطر و عطورات براشون میخریم، اما استفاده نمیکنن مگر در وقت عروسی. یعنی مگر ما یه مرد دل نداریم؟ مگر ما نمیخوایم آرایش و زینت برامون بکنه، بوی خوش بزنه تو خونه، که فقط برای عروسی ها استفاده بکنه زن؟ وقتی مردت بهت عطری هدیه میکنه، حالا بهت بگه یا نگه، زن عاقل بایستی بدونه که این عطر رو که بهت هدیه کرده، مرد برای چی بهت هدیه کرده. میخواد بهت بگه من بوی خوشتو میخوام، نه در بیرون، تو خونه. وقتی یه لباس و زینت، زیور و زینتی بهت هدیه میکنه، بازم میخواد بهت بگه من دوست دارم این زیور و زینت رو بر همسرم ببینم. پس زن عاقل بایستی دقت بکنه تا نظام خانوادگی مستحکم باشه. بلخص جوانا بیشتر دقت بکنن. همچنین یکی از مشکلات دیگه بی اطلاعی زن و شوهر از حقوق و تکالیفی است که نسبت به همدیگه دارن. ما آگاهی نداریم که وظیفمون در قبال همدیگه چه هست، از نظر شرع، از نظر خدا چه وظیفه‌ای داریم. زن چه وظیفه‌ای داره نسبت به شوهر از طرف خدا، از طرف پیغمبر علیه السلام. وقتی من بهتون میگم مطالعه بکنید، کتاب بخونید، واسه اینه. ما مسلمونیم. ممکنه یک مرد و ممکنه یک زن در روز قیامت وقتی محشور میشه در پیشگاه خدا به عنوان یک ظالم و ستمگر محاکمه بشه. به هیچ کسی هم ظلم نکرده، فقط به زنش، و یا زن فقط به شوهرش ظلم کرده، محاکمه میشه به عنوان ظالم، به عنوان ستمگر. پس بایستی دقت بکنیم، حقوقی هست. اینه که من اینجا خیلی خلاصه اون حقوقی که زن و شوهر نسبت به هم دیگه دارن بهش اشاره میکنم تا انشالله با آگاهی از این حقوق و تکالیف و وظایف ما بتونیم زندگیمون رو منظمتر بکنیم، قدر همدیگه رو بهتر و بیشتر بدونیم. اولا اینکه زن چه حقوقی داره، چون نگاه کنید قرآن وقتی حقوق رو بیان میکنه اول به زنها اشاره میکنه، به حقوق زنها، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اول به حقوق زنها میگه برای زنها حقی بر مردا همون گونه که مردا برشون حق دارن. چون بارها این حقوق گفته شده فقط توصیه هست. حقی که زن داره، خب اگر زن بایستی خونه رو تأمین بکنه، ساماندهی بکنه خونه رو، تربیت فرزند، جو رو آماده بکنه برای مردش، که مرد خستگی، چون مرد وظیفشه کار، تلاش، ابتکار، خلاقیت، جو آرامی بایستی باشه که استراحت بکنه، بعد از استراحت دوباره بره تلاش بکنه و کوشش بکنه تا جامعه و امت بارور بشن. از اون طرف خداوند به مرد گفته بایستی اون خونه رو و مسکن رو برای زن تأمین بکنید. وظیفه مرده، وظیفه مرده که مسکن مناسب تأمین بکنه. بحث غذاست، بحث لباس، بحث اخلاق و رفتار خوبی که مرد بایستی با همسرش داشته باشه. اگر بحث مدیریت هست، خداوند گفته که در نظام خانوادگی بایستی مدیر باشه. مرد مدیره، مدیریت مرد بایستی همراه با صبر، با تحمل، با خویشتن‌داری، با عفو و گذشت، با برنامه ریزی، با حکمت، با اخلاق درست، تا جایی که پیغمبر علیه السلام یکی از علائم و نشانه های خوب بودن مرد اخلاق خوب در درون خونه میدونه. خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین مردا اون مردایی هستن که با همسراشون خوبن، بهترن. و من فرمود خود پیغمبر علیه السلام با همسران و اهلم خیلی خوبم، برخوردم خیلی خوبه، اخلاق خوب، حضور بلخص در شب در کنار همسر و زنش و بچه هاش باشه، این حق زنه. مگر اونجایی که مرد واقعا حالا کارش به گونه‌ای است که ممکنه یه وقتی شب کار باشه، ممکنه مشکلی پیش بیاد. اما این که مرد بخواد غیبت مکرر بدون عذر و یا غیبت طولانی ولو با عذر، این خیلی مهمه، این حق زنه.
که بالاخص شبا در کنار همسرش باشه. لذا حتی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وقتی یک زنی شکایت میکرد گله من بود از نبودن همسر و شوهر در کنارش، اومد مشورت کرد با این و اون و بالاخص با دخترش حفصه رضی الله تعالی عنها که ام المؤمنین بودن، تصمیم گرفتن که سربازایی که به جبهه میرن، سربازن به جبهه میرن برای گسترش دین خدا، وصیت کرد که یک سرباز 4 و نهایت 6 ماه بیشتر نره، دوباره برگرده به سر خانوادهش. خب اون مردایی که روزا سر کارن، شبا هم نشست ها با دوستا و رفقا و حتی مردایی هستن تو خونه نشستن سرگرم فیلمن یا با دوستاشون دارن بازی میکنن، این حق زن داره ضایع میشه از روی جهل و نادانی است. وقتی این حق رعایت نشه قطعا سردی پیش میاد، مشکلاتو پیش به بار میاره. اینه که این گونه مسائل اگر رعایت بشه، اخلاق نیک، رفتار خوب داشته باشه، مرد سعی بکنه خودشو در کنار زن و بچهش ببینه، بعد اون غیرتش غیرت معتدلانه باشه، آدمی نباشه که با سوء ظن، با تنگ نظری زن رو گرفتار بکنه، با کمترین صدایی، با کمترین حرکتی متهم بکنه همسرش. خب این یک رفتار انسان مؤمن نیست. اینا جزو حقوق زنه. اگر مرد بدونه چقدر زندگی زن خوب میشه، و اگر بعد زن هم به اون حقوقی که مرد بر دوشش داره اشاره میشه رعایت بکنه، چقدر زندگی زن و شوهر خوب میشه، چقدر دوستی میاره، چقدر محبت دو طرفه و دو جانبه میاره. محبت و مهر دو طرفه واقعا زندگی رو گلستان میکنه. اما حقوقی که مرد داره بر زن، خب چون به عنوان مدیر و سرپرست هست، بحث قیومیت داریم، یعنی مدیریت و سرپرستی. اینه که زن در حد توانش و اونجایی که عصیان خدا نباشه مطیع و فرمان بردار باشه. خب اگر قرار باشه که اطاعت و فرمان برداری نباشه، نظم زندگی به هم میخوره و این تبعیض نیست و این توهین به زن نیست که امروزه بگن حقوق زن ضایع میشه که مرد و سرپرست قرار دادن، مدیر قرار دادن که مطیع شوهرش باشه. ما گفتیم که اگر به اصطلاح سرپرست همسر و خانواده هست، اخلاق هم گفته بایستی داشته باشه، زندگی رو بایستی تأمین بکنه، برخوردش بایستی درست باشه. و الا اگر شما نگاه بکنید یه کارخونه، یه شرکت، یه اداره، یه مدرسه، هر مؤسسه‌ای، هر کارخونه‌ای، هر اداره‌ای برای خودش مدیر داره. اگر 3 نفرن یه نفر مدیره، اگر 10 نفرن یه نفر مدیره. یا نبایستی کارمندا و دیگر اشخاص و افراد مطیع و فرمان بردار مدیر باشن؟ آیا آیین نامه هایی نداریم؟ چرا؟ اینا ظلمه، اینا تبعیضه، اینا ضایع کردن حقوقه، اینا از دیگران آزادی سلب کردن. نخه، اگر اینا نباشه نظم و انضباط نیست. اگر نظم و انضباط نباشه زندگی به هم میخوره. لذا وظیفه زن هست در حد توانش مطیع و فرمان بردار باشه، تا جایی که پیغمبر علیه السلام 4 شرط رو مقرر کردن که اگر زنا این 4 قضیه رعایت بکنن، در روز قیامت خداوند به زن میگه از هر 8 در بهشت، هر دری که خودت بخوای وارد بشو، یکی نماز 5 وقت درست بخونه، روزه رمضانش بگیره، عفت خودش رو حفظ بکنه، عفت خودش، این دوچار زنا و فحشا نشه و مطیع و فرمان بردار شوهر باشه، روز قیامت از هر دری از هر درهای بهشت که بخواد وارد میشه. قناعت و صرفه جویی، این خیلی مهمه، حق مرد است. اگر میگیم وظیفه مرده که زندگی زن رو تأمین بکنه، زنم بایستی قناعت داشته باشه. من اینجا یه مقداری توصیه هایی رو دارم به خواهران. قناعت بسیار مفید و مؤثر هست تو موفقیت نه تنها نظام خانوادگی، تو خود یک جامعه بسیار مؤثره خود قضیه قناعت. نگاه کنید، ما مؤمنیم و مسلمانیم، میدونیم اون چه خدا به من داده از رزق و روزی امانت الهی است، در اختیارمون نهاده که چه بکنیم که یک بخش از اون امانت الهی زندگی دنیامون رو تأمین بکنیم و بخش دیگه چه بکنیم؟ بخش دیگه برای خودمون بهشت و آخرت به دست بیاریم. این چیزی که قرآن میگه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره
ولا تنس نصیبک من الدنیا، اون چه خدا بهت داده در این دنیا رزق روزیت کرده، آخرت طلب بکن، بهشتو با این مال و دار و ندار دنیا به دست بیار و در لابلای رسیدن به آخرت بهره و نصیب دنیوی خودت که بخورید و بنوشید و بپوشید فراموش نکن. امروزه زندگی ما، اکثریت ما مسلمان ها برعکس این آیه شده. همه تلاشمون و کوششمون از اون چه خدا بهمون داده برای بهره بردن از همین دنیاست. آخرت فراموش شده، آخرت از یاد بردیم، در حالی که قرآن توصیه میکنه که ای مؤمن چنان به سوی خدا و آخرت حرکت بکن، ولی نکنی یه وقتی دنیا رو فراموش بکنید. ما بر سر دنیا آخرت رو فراموش کردیم. چقدر چشم همچشمی، کجاست اون چشم همچشمی که در جامعه‌ای که پیغمبر علیه السلام اونو ساخته بود؟ مگر پیغمبر نیومده که علیه السلام ما از او درس بگیریم؟ چه شهری رو در مدینه منوره برپا کرد؟ مگر همونایی که تو مدینه بودن قبل از اومدن پیغمبر علیه السلام اهل دنیا نبودن؟ اهل دنیا بودن، مرد اون، زن اون، بخورن، بنوشن، بکوبن، اسراف بکنن، ولخرجی بکنن، سنگدل باشن، حسود باشن، همه این بیماری ها رو داشتن. اما زمانی که پیغمبر علیه السلام وارد مدینه شد، اما زمانی که ایمان آورده بودن به پیغمبر علیه السلام، مطیع و فرمان بردار بودن، میدونستن بهشت با تمنا و آرزوی مفت و تو خالی به آدم داده نمیشه. بهشت با فداکاری است، با اطاعت و فرمان برداری از خدا و پیغمبر است علیه السلام. چنان جامعه ای رو درست کردن که فقرا در شهر مدینه منوره وقتی پولداران و ثروتمندان دیدن، حیفشون اومد که چرا پول نداریم، چرا ما ثروت نداریم. اما نه به خاطر دنیا، نه به خاطر زرق و برق، نه به خاطر خونه های مجلل، نه به خاطر خورد و نوش، به خاطر بهشت. چون میدیدن که پولداران و ثروتمندان آستین و بالا زدن، مرد اون و زن اون که جهاد رو که پیغمبر علیه السلام داشتن، سپاه اسلامی رو مجهز بکنن، نمیدونم برده رو آزاد بکنن، به فقرا برسن، به دردمندان برسن. فقرا وقتی دیدن که پولداران و ثروتمندان این گونه دارن با هم مسابقه میدن، چشم همچشمی میکنن بر سر خریدن بهشت، اومدن پیش پیغمبر علیه السلام. ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا و النعیم العلا و النعیم المقیم. ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا و النعیم المقیم. پولداران، ثروتمندان درجات والا و نعیم ماندگار بهشتی رو از آن خود کردن، هرچه بود بردن در بهشت. پیغمبر فرمودن علیه السلام چگونه؟ گفتن مثل ما نماز میخونن، مثل ما روزه میگیرن، مثل ما به حج میرن، اما پول دارن. با پولشون چه میکنن؟ نگفتن با پولشون هی میخورن، مینوشن، لذت میبرن، مراسم عروسی اون چناری رو برپا میکنن. من هم بچه دارم، منم جوون دارم، نمیتونم بچه‌مو اونگونه مثلا مراسم رو براش بگیرم. نه خیر، اونا دلشون جای دیگه میتپید، برای چیز دیگه. اینا بهشت رو به دست آوردن، صدقه میکنن، جبهه رو به اصطلاح مجهز میکنن، بردگان رو آزاد میکنن. ما نداریم. اما امروزه چشم همچشمی ما بر سر چیه؟ من فکر میکنم نیازی نیست. شما خواهران عاقلید، هم میبینید هم میدونید که امروزه ما مسلمان ها بر سر چه چیزی مسابقه میدیم. واقعا تک تک ماها با خدایمون در میون بگذاریم. آیا ما مسابقه من به خاطر خداست؟ یعنی واقعا اگر خدا در این دنیا از ما سوال بکنه، حالا روز قیامت که سوال میکنه، ولی اینجا خودمون سوال بکنیم، آیا واقعا چشم همچشمیمون، مسابقهمون، نگرانیمون، دغدغه‌مون، دلخوش بودنمون، تمام زندگی دنیامون، 24 ساعتمون، بیشترین تلاش و همتمون و آرزومون بر سر چیه؟ شما بگید. واقعا بر سر بهشته؟ واقعا بر سر مغفرت و آمرزش پروردگاره؟ یا بر سر دنیا، بر سر لباس؟ مؤمنی هست که یک دست لباس شب و روزش غم و غصه شده به خاطر یه دست لباس، به خاطر یه دمپایی، شب و روزش دغدغه، اختلاف با شوهر، گرفتاری، نمازش به نماز نیست، عبادتش به عبادت نیست به خاطر همین قضایا. مراسم های عروسی که دیگه بگو تا اونجایی که میتونید.
بعضی جاها کمتر، بعضی جاها بیشتر. هر روزی که از ما مسلمان ها میگذره بر حرصمون، بر جوشمون، بر همت و تلاشمون به خاطر دنیا افزوده میشه. مراسم های عروسی شده یک میدانی برای اسراف، برای ولخرجی، برای ارضاء هواهای نفس. میدانی تبدیل شده برای عصیان و نافرمانی پروردگار. زنان و دختران که خدا میداند نه یک شب، نه دو شب، نه چند شب. حالا در بعضی جاها که دیگه متاسفانه اصلا عروس و داماد رو میارن در یک محفلی، عروس با زننده ترین لباس ها، تنگترین، نازکترین، نمیدونم آرایش بسیار غلیظی که 500,000 تومان، 1,000,000 تومان برای یه شب هزینه بکنن به عروس. این 1,000,000 تومان در طول یک عمرش ممکنه این بنده خدا در راه خدا نده. خب ما با خدا چی میخوایم بگیم روز قیامت؟ با خدایمون چی میخوایم بگیم؟ بگیم خدایا برای ما هم بهش بده؟ وقتی در روز محشر صفهای شهدا که مالشون، جونشون، خونشون رو دادن، اون زنانی که یکی از علما داستان جالبی از علمای معاصر تعریف میکرد، میگفت ما در یک مسیری میرفتیم تو یک کشوری، تو مسیری میرفتیم دیدم که کنار جاده ماشینی چپ شده، پرت شده از جاده. سریع رفتم، در ماشین رو باز کردم، دیدم راننده سرش روی فرمان افتاده ولی انگشت سبابه و شهاده اش بلنده، گویا شهاده داده. نگاه کردم که رفته، روحش به پیش خدا رفته، مرده. من متوجه نشدم در قسمت عقب کسی نشسته، چون خیلی دچار آشفتگی شده بودم. اومدم فوراً ماشینایی که میرفتند و میومدن دست دادم که بیایید همچه مشکلی پیش اومده. سریع اومدن افراد راننده رو بیرون آوردن. بعد بهم گفتن که فکر کردن که ماشین متعلق به من یا خویشاوندای من هست. گفتن عقبم یه زنی نشسته. یه دفعه نگاه کردیم یه زن محجبه‌ای نشسته، آرام، متین، 2 تا از بچه‌هاش تو آغوش گرفته، چون فقط راننده ضربه دیده بود و بچه‌اش که جلو نشسته بود بازم مرده بودن، هر 2 تا، هم خود راننده هم بچه‌اش که جلو نشسته بودن، اما خانومش و 2 تا از بچه‌هاش که عقب بودن زنده بودن. وقتی قسمت عقب رو نگاه کردیم که زن محجبه‌ای نشسته بود، به جایی که ما اون زن رو آرام بکنیم، زن ما رو آرام میکرد. چون من خیلی دچار آشفتگی شده بودم، ناراحت بودم. گفت ای مرد ناراحت نشو که شوهرم بسیار آدم صالحی بود، زن مؤمن، زنی که در کنار مرد صالح برای خدا زندگی کردن، براش فقط تقوای شوهر، ایمان شوهر مهم بوده. میگه ناراحت نشو که شوهر من مرد صالحی بوده. و نکته جالب میگه وقتی زن رو پیاده کردیم، گفتیم بیا سوار شو تا برسونیم به پیش خانواده ات. گفت من همراه تو نمیام، تو تنهایید، اگر زنی کسی همراهت هست من میام. شوهرش مرده، بچهش مرده، اما میگه من همراه مرد نامحرم سوار ماشین نمیشم. خب ما وقتی در صحرای محشر همچه زنایی رو ببینیم، اون انسانهای صادق، متقی، خداجو، ما با چی میخوایم دلخوش بکنیم خودمون که خدایا ما هم بنده توی، ما هم بهشت میخوایم؟ با خوشگذرانی، با دنیا پرستی، با دنیا پروری. هرچه بهترینه، هرچه خوشترینه، هرچه لذیذتره جوونیمون برای دنیا، برای خودمون. اون ضعف ها و ناتوانی ها و پیری ها و هرچه به درد نمیخوره برای خدا، برای بهشت. عقل اینو میگه؟ این عقل میگه؟ اینه که قناعت بکنیم، صرف جویی بکنیم. زن عاقل اگر قناعت بکنه، مردش چنان از او خوشش میاد. مگر توی زن مسلمون نمیخوای که شوهر تو رو دوست داشته باشه؟ مگر نمیخوای بهت محبت بکنه؟ وقتی قناعتت رو ببینه، صرف جوییت رو ببینه، مرد چه میگه؟ مرد دیگه سنگدل نیست که. مرد میگه من زنی دارم، اینقدر دلسوزمه، اینقدر غمخوارمه، چقدر خوشش میاد، چقدر راضی میشه، چقدر تلاش میکنه، چقدر دلگر میشه که من تو خونه زنی دارم، دلسوزمه، غمخوارمه. الان وضعیت اقتصادی مثلا بحرانی شده، گرانی، کمکاری، زن بایستی بدونه نه اینکه من کاری ندارم،
عروسی دخترمه، عروسی نمیدونم پسرمه، عروسی خواهرمه، عروسی فلانه، من بایستی برم مسافرت، هر تابستون باید من رو شهرستان ببریم، من باید برم بازار، نمیدونم زیورات طلامو عوض بکنم، فلان پارچه اومده، فلان لباس اومده، فلان فرش اومده، فلان مبلمان اومده، فلان اومده، کاری ندارم. تو وظیفته، نه به بحران اقتصادی، نه به مشکلات، نه به گرفتاریا. خب خود خواهر مسلمون شما تصور بکنید وقتی اینگونه با شوهرت رفتار بکنید، شوهرت آیا تو دلش جایی برای محبتت میمونه؟ اگر هم باهات داره زندگی میکنه برای حفظ آبروشه، که یه شخصیتی است که نمیخواد زندگیشو به هم بزنه و از این زن جدا بشه و الا قلبا هیچ میل و رغبتی نسبت به اون زن نداره. خب نمونده دیگه. بایستی دقت بکنید خواهرها، ما باید تو نظام خانوادگیمون زن مسلمون و مرد مسلمون هدف اصلیشون این باشه که دینمون، ایمانمون، تقوایمون، بهشتمون رو حفظ بکنیم، حتی اگر شده که هوا و هوس‌ها و لذت‌های دنیایمون رو فدا بکنیم. نه اینکه یه وقتی پیش میاد مثلا میبینید جنگ و دعوای زن و شوهر به خاطر اینه که مثلا زن میخواد بره سر عروسی. خب فرضاً هم که نرفتید برات زندگی تو همراه شوهر به مراتب باید خیلی بهتر و مهمتر باشه از رفتن به عروسی، از رفتن به فلانجا، از رفتن به اینجا و اونجا. اینه که خواهرها تو این قضیه دقت بکنید. شهرمون، روستایمون، دیارمون، مال هر کجا هم باشیم انشالله تلاش بکنیم تبدیل بکنیم به یک میدانی که جوونا، دخترا و زنا وقتی همدیگه رو ببینن احساس بکنن مگه من چم کمه که پوشش اسلامی نداشته باشم، مگر من چم کمه که عروسی پسر و دخترم رو این گونه ساده برگزار نکنم. نه اینکه چنان چشم همچشمی راه بندازیم که شب و روز فکر و دغدغه و گرفتاریمون فقط دنیا باشه، اونم نه آرامش دنیا گیرمون میاد و نه هم چیزی برای آخرت کردیم مرگم سراغمون میاد. پس قناعت حق مرد هست که بایستی بهش دقت بکنه زن، اطاعت و فرمان برداری، خود بحث تربیت به اصطلاح فرزنده هست. در پایان چون وقت نیست من فقط فهرستوار، یعنی یک سری نکات هست سریع در 5 دقیقه فقط، انشالله ساعت 7 یعنی 5 دقیقه دیگه عرایزم رو به اتمام میرسونم. یه سری وظایفی هست که دو طرفه هست، یعنی هم مرد رعایت بکنه هم زن. احترام به هم دیگر گذاشتن، یه مقدار احترام به هم بگذاریم، این شخصیت هم دیگه رو خرد نکنیم. بالاخص تو دید و بازدیدها، تو جو خانوادگی، مثلا رفتید خونه باباتون با شوهرتون، به هیچ عنوان شوهرتو جلو پدر و مادرت و جو خانوادگی تو خرد نکن. این دارید با دست خودت گور خودت میکنید، زندگی خودت رو ویران میکنید. مردم به همین صورت در جو خانوادگی خودش جلو خواهرها و پدر و مادرش نیاد مثلا همسرش رو سرکوفت بزنه. پس احترام متقابل، تشکر و تقدیر از زحمات همدیگه داشته باشیم، گهگاهی به همدیگه تشویق بکنیم، عفو و گذشت داشته باشیم، صبر و تحمل داشته باشیم. یه وقتی اگه مردمون ناراحته ما حوصله داشته باشیم، ما تحمل بکنیم. یه وقتی هم برعکسش مرد این تعامل داشته باشه، اسرار همدیگه رو به کسی نگیم. یکی از دلنگرانی هایی که زنا یا مردا دارن اینه که بعضی وقتا مردا شکایت میکنن، بعضی وقتا زنا، که ما مثلا مردمون ما کمترین سری رو داشته باشیم میره به پدر و مادرش و بالاخص خواهراش میگه. زنم به همین صورت. نه، اسرار همدیگه رو نگه داریم، به همدیگه و همچنین به خانواده های همدیگه توهین نکنیم. اگه شما دوست دارید که شوهرتون شما رو دوست داشته باشه، خب شب و روز اگر قرار باشه زن مثلا بیاد به پدر شوهر، مادر شوهر، خواهر شوهر، برادر شوهر بد بگه، بدگویی بکنه، ملامت بکنه، خب علی کل حال اینو بدونید که مرد هر کی باشه، هر قد شما رو دوست داشته باشه، خب پدر و مادر و خواهر و برادرش که دوست داره. شما شب و روز بیای بد بیراه به کسایی بگی که اونا دوستشون داره، خب ازت متنفر میشه. عاقل باشین، زیرک باشین، دنبال این باشید که شوهرتون رو شکار بکنید، اما نه با زور، نه با قلدری، نه با زبان تند و تیزتون، با رفتارتون، با خویشتنداریتون، با اخلاق نیکتون، با تشویق، با ترغیب. ببینید شوهر چه دوست داره، این زن عاقله. نه اینکه هرچه من دوست دارم بذار شوهرم بدش بیاد. من میگم خب تو عاقل نیستی، تو دارید از بیخ و بن زندگی تو به هم میزنید. اینه که نسبت به خانوادگاه همدیگه
احترام قائل باشیم و نیایم مثلا خانواده خودمون رو و اعضای خانواده مثلا خودمون بر همسرمون ترجیح بدیم، بیام همیشه به رخش بکشونیم که نمیدونم اگه مرد بابام، اگه مرد برادرم فلانم. خب درسته، ممکنه پدر شما، برادر شما زرنگتره، استعدادش بیشتره، اما به رخ شوهر نکش. اگه نمیخوای زندگی بکنید با این شوهر، بله. اگر میخوای زندگی بکنید هی همیشه بگید که اگر مرده، اگر فلانه، اگر زرنگه، اگر بهمانه، برادرمه. خب چیز طبیعیه. شوهر غیرت داره، مرد انسان ناراحت میشه. خب برادرت برو سرت، برو پیش بابات، برو پیش برادرت. میتونی باهاش زندگی بکنی؟ نمیتونی. اینه که ازش تعریف بکن، تشویق بکن، عاقل باش. توجه به سر وضع ظاهری، هم مرد و هم زن، زیور، زینت، آرایش، بوی خوش، نمیدونم بوی بد نیاد، نظافت، پاکیزگی، مسواک زدن، مسائل گوناگونی که خب بارها هم گفته شده و توصیه شده. امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم جوی رو آماده بکنیم و بسازیم در درون خونه که آرامش دینی و دنیوی داشته باشیم. بازم انشاءالله در فرصت‌های آینده اگر خداوند توفیق بده بازم مسائلی هست، چون نظام خانوادگی مهم و حساسه، مطالب فراوانی هست که ناگفته مونده. انشاءالله برای جلسات آتی که اگر خدا توفیق داد اون مطالب و نکات دیگه هم به عرضتون رسونده بشه. موفق و مؤید باشید. از اینکه حوصله به خرج دادید، حضور رو پیدا کردید، بازم از یکایک شما تشکر و تقدیر میکنم و امیدوارم که خداوند این حضورتون و این نشستتون هم در دنیا و هم در آخرت رو پربار بکنه، در آخرت بهتون اجر بده و در این دنیا انشاءالله تو زندگیتون و آرامش خانوادگیتون نقش داشته باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.